زندگی را داده معنا اللهایت مادرم، شد سرودی زندگی ای با بقایم مادرم. السلام علیکم بیننده عزیز شبکه شهنان. دوستان عزیز، از دیده دور به دل نزدیکی با من امروز همراه شمایان به خانواده اسامی نمک آمدیم برای تبریک کردن دلشاده خاله که امروز جشن مولود و میلاد امور را همراهی ما با هم دیده نیز پیشکش شما میخواهند کنند. امروز از نام فرزندانشان، از نام خواهرشان امید خاله که در شهر مسافرت هستند تبریک میگویم. آن لحظه های خرسندی و خوشبختی را پیشکش شما میکنیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم پدران مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده اسامی نمک. من امروز در این روز زیبا و در این بسیار هم آب و هوای فارم در این خاندان پرشکوه امروز مادر جان مهربان ما، مادر عزیز و غمخوار دلشاده خاله جشن زاد روز دارین. اگر یک تا قرصه بنزنیم اگر تکلیف میکنیم مرحبا دلشاده خاله مرحبا. مادر عزیز آدرس مبارک، میلاد امور را مولود خجسته را صمیمانه مبارک باد میگویم. اسامی نمک امروز بایرام که در خاندانتان شده است دست مبارک باد میگویم. از خداوند کریم میپرسیم برایتان صحت سلامتی، همجای حیاتی پر از مضمون و پر از خرسندی را اثر بسر کنید. همیشه در روزهای خرسندی آمده شما را تبریک کردن نصیب کند. دلشاده خاله امروز زادروز مبارک. امروز ما شما را تبریک میکنیم از نام کیها. چی گفته ایلا میکنیم؟ امروز البته شما را از نام فرزندان عزیز، از نام خواهر عزیزتان که در مسافرت هستند، از نام امید خاله میخواهیم شما را تبریک کنیم. حاضر تا آمدن ارشاد جان برای ما فرمودند که از نام هر یکی ما، از نام خواهران، از نام دادرم، از نام همه عائله ما، مادر مهربان ما، پدر عزیز ما رحمتشان را رسان. امروز در علمین روز 30 سالگی عقد نکاحشان بوده است. خیلی که فرزندهای با اعتبار برای پدر مادر یک سورپریز را آماده کردند. گفتند که پدر مادر ما برای ما از همه یک نعمتی به‌بهاترین هستند تا دنیا باشد. هیچ وقت از قفای ما سر عزیزشان خم نگردد، همیشه سربلند شده گردند. مادر ما زادروزشان مبارک. اگر که ما در وقت جوانی یگان خیلی خطا کرده باشیم، یگان نادانی کرده باشیم، اگر ببخشایم ما را، چرا که مادر از همه انسان خوشبخت‌ترین، از همه سرشار مهر و محبت هستند. امروز میلادشان مبارک باشد. خدا کند که همراهی پدرم عمر دراز، رزق فراز، صحت سلامتی نصیب گرداند و حضور و حلاوت نبیره ها را دیده گردند. هم خیلی روزهای خرسندی با آمده فقط شما تبریک کردن گیرید. امروز دلشاده خاله برای شما از نام فرزندان عزیزتان میرسانیم نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوتی جان و دل و عقل رسایم مادرم. من ز لطفی بیکناری تو رسیدم بر کمال، برق فکری روشنی ای دیده هایم مادرم. الله‌های فارم و پند و نصیحت های تو، شد سرودی زندگی ای با بقایم مادرم. بر سرت بشکفته گلهای سفیدی آرزو، باعث اوج من و نشأ و نمایم مادرم. چخیلی که مهمانان عزیز، اگر فرزند یک دم بیمار شود، چند دقیقه بیمار شود، اگر مادر مهربان شبهای دراز برای فرزند در سر بالین و در سر گوهره شب دراز را به سو پیوست میکنند. امروز بعضی فرزندان گفتن زمستان بود به خاطرم هست، خواست خدا تقدیر زندگی پستی و بلندی ها دارد، بیمار شدم در خاطرم هست زمستانی شب دراز. مادر مهربانم در سر بالین من نشسته همراهی من صحبت میکردند.
چقدر که آن دمهای جوانی ما در خاطرم هست. همیشه میخواهم که مادرم در سر ما صاف و سلامت تاجی طلایی شده، همیشه همراه پدرم صاف و سلامت گردند. امروز که 30 سالگی عقد نکاحشان است، برایشان رسانید که بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت، بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت. پدر مادر پر و بالم شماید، تمامی وقت و اقبالم شماید. منم داراترین آدم به دنیا که آخر ثروت و مالم شماید. امروز نفرانی که در سر پدر مادر دارند از همه انسان خوشبختترین و بای هستند. امروز آزاد روزتان مبارک. اگر بمالال باشیم، اگر مرحمت در اینجا کتابی از همه قیمت بهاترین که در روی دنیا تن گرفته شده از کتابی قرآن را تیار کردن میسپاریم. در وقت توفه دادن البته قرصک کدی همراه میشویم. مرحبا. مبارک باشد. باز توفه زیبا و قیمت‌بها از نام فرزندان. مرحمت تلویزیون کلام برای مادر و پدرشان. مبارک باشد. دستگوری زیبا از نام جیران‌هایتان، از نام خانواده عثمان آمد. مبارک باشد. برای عمه جان شیرین زادروز مبارک. نیومدی بی تو شب من تاریکه، با من باشه عشقم دنیا روانتیکه. نیاد تو هر شب آسوی ندیسم، جای تو قلبم خالی عزیزم. جیگر من سر من شب و بیا بسوی من، دویه من دلبر من محتاب مشکل شبای من. جیگر من سر من شب و بیا بسوی من، دویه من دلبر من محتاب مشکل شبای من. شب من تاریکه، با من باشه عشقم دنیا روانتیکه. بیاد تو هر شب آسومی ندیسم، جای تو قلبم خالی عزیزم. جیگر من سر من شب و بیا بسوی من، دویای من دلبر من محتاب پوشل شبای من. جیگر من سر من شب و بیا بسوی من، دویای من دلبر من محتاب پوشل شبای من. مبارک باشد. ارشاد آقا چخیلی که در بالا گفتیم از نام خواهرتان، از نام امید خلقی حاضر چخیلی که مسافران، من معلمه عزیزی ما که در چندین سالها در مسافرت بودم، البته با قدر و قیمت وطن و دیداربینی نزدیکان برسن، معلمه حاضر آن خواهر عزیزشان، خاله جان عزیز که ما رو میبینم بعد از چند روزهای نزدیک گفتم که خواهر نازنین ما بعد از درگذشتن پدر مادر از چهره خواهر و برادر و دادران نور علم و پدر مادر رو میکافته است انسانیت. امروز برای خواهرم رسانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است به دیداری گسیل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. خواهری من برای من مصلحت چی؟ خبر گیره که فرزندام دعاگوی من چخیلی که امروزه زادروزش 50مین میلادی عمرشان رو 30 سالگی عقد نکاح همش بلبلیم. البته از من تبریک کنید و ما با یک توفه ارزنده داریم برای خواهر نازنینم. دخترم میسپارم گفتم یک قرصک زنیم انگشترین طلا. مبارک باشد. مبارک باشد. البته اسم دینمک
از دانکش هم مغزش شیرین میبینن. فرزند از همه تحفه بی‌بهاترین خداوند. این نبیره ها باشد از آنهای هم شیرین بوده نه. تازه آنها یک تک میخواهند هر دوی شمایان را تبریک میگن. ایانی من یک تا رشته استید کنید بیا پیشتر. پیش اونا جنوب بابا جان است. ویدیو بریم کم استید بیا پیشتر اینجا بیا. کی تبریک میکنن؟ نزدیک دار. آنا جان تبریک میکنم. صد باد لایه. بابا جان شما تبریک میکنم. الهی صد باد لایه. ای رحمت بیا کیا امروز روزی خورسندی و خوشبختی. البته در روزی خورسندی تبریکات را شنیدن در کار. البته خاله جان عزیز حاضر سخنهای تبریکاتی که دوام میکنن. مرحبا. السلام علیکم دوستان، خواهران و دادران اکرامی. اجازت دید من از این فرصت استفاده بردم حکایکم خواهرکم جون جگرکم این 50 سالگیش تبریک کرده لایم صد بخوره باشه پیش من حضوری بچه هاشه بینم ره دورایم ساق سلامت باشن چی نیت داشتگی باشن جامعه عمل باشن هم نوع شما هم با آمد میطلبند پیر و دولت شهر هستن حسین جان شما هم موتون و رحمت شده 100 بد 120 بد رویه خوشه پیر شود رحمت مبارک باشد. دوستی از نام فرزندها، داماد و البته کلین پاسا خودشان از نام هر یک انمی صاحب عائله تبریک میکنند نیت‌های نیکشان را میرسانند. اولا بار السلام علیکم هماتون خوش آمده بیمازت بدره هیچ وقت کسان نشوه زمانتون که تو خوشا پیر شوه. ای رحمت این روی میکروفون ما همه قابلیت است که اشک شادی را میرساند. حاضر باشد وقت را نگفته زن بانوان عزیز همراهی امروز دلشده خاله یک جای باید که خورسندگی رقصیم. همه شما برای تبریک 50 سالگی نمیدانستید که امروز توی بوده هم توی و هم زادروز تبریک میکنیم. مرحمت سرودهای شوق برای شمایان میرقصیم. بودی
خورسندی با زادروز دلشاد خلا خوش آمدن. امروز که یک وزن زیباست در روز خورسندی باید که تبریک کنیم. امروز میخواهند همه جانشان رو در روز زادروز تبریک گویند. مرحمت در جهن یکهای نیکشان رو میشنویم. مرحمت. Assalomu alaykum mehmononi giromi. Assalomu alaykum ammajon. Zodro'zatон muborak boshlab, jashni 50 solagiyatonam. Dar dilatон chi niyat و chi maqsad doshta boshad ilohim jomai amal kushad. Ba shuma umri daroz, rizqi faroz orzumandam. Hamesha shod و khurshid boshad. Dar sari mon sog' salomat gashta, xush و xursand garde. Qataton rahmat. حاضر مهمانان عزیز چخیره که نامشان را گفتیم. امید خدا ما را در اینجا آنلاین تماشا کرده ایستادین. امید خدا السلام علیکم. سلام برسونیم به همه اون نفرانی که از مسافرت از شهر اسرائیل ما را تماشا میکنند. حاضر نیت‌های نیکتان رو برای دلشاد خدا میشنویم. مرحبا. گپ زنه. السلام علیکم. عزیز مهمانای عزیز خدا جانا خدا ما هم مطمئن شما که من با خون پاچای من آیزه که میله حضرت شما درآمد در اولاد و سربر و تام با شایستی جانگی جای باش رحمت تشکر میگویم. مرحبا. Assalomu alaykum mehmononi aziz ammajon va zodro'zatón 50 solagiyaton man shuma ro az chin dil tabrik mikunam. Ilohim shand badrayd hamma rozi gandaton hamir shavad ay zinagoton ay namzor shavad to'y tamosha va rasm shuma damu bahri nevadoton mazza kadagarda kelinoy ro bektabine. رحمت. البته حاضر مهمانان عزیز میخواهیم از همسایه ها نیت‌های نیک را شنویم. معلم عزیز ما ابوالقلوه البته میخواهند از نام همه گذر از نام نزدیکان و خویشان تبریک گویند. مرحبا. Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Mana imroz mo sababi jam shudani mo ro'zi tavallud Dilshoda. Dilshoda baroy man
دختر خالمولان همچون خواهر خودم است، چون که خالمولان من همچون کلومی خودشان حساب میکردن من رو. برای همین هم دل شده خواهرک عزیزم 100 ساله شد، الهی همه وقت سلامت کرده، سر فرزندگاه و سر انسانگی داماد و خوشه پیر شده پیری به دولت شده. همه وقت همه خیلی روزکای نزد و بیاید دهمی درگاه، همه وقت صاف باشه. رحمت. اکنون باید که برای سرورکان تاریخ را پر از عکس ها و پر از رسم های زیبا گردانیدن و در اینجا اپراتورین ما تیار هستند. شما را برای رسم گرفتن تکلیف میکنیم. همراهی برزه مادر مهربان. مرحبا. بیننده های عزیز، این بود یک لحظه خردکک و زیبا و پرنور در این خاندان پرشکوه، انسان های خاکسار و صمیمی، انسان های یک پر از مهر که با یک چهره کشاد ما را پشتاز گرفتند. دلشاد خاله را با امروزه جشن زادروزشان تبریک کردیم. دویزور مانند همین دسته گل زیبا همیشه گل گل شکوفان شده، حضور و حلاوت فرزندان را دیده گردید. زادروزتان مبارک. رحمت برای مهمانداری، رحمت برای چنین کیفیت اعلی و پشتازگیری زیبا. بیننده های عزیز، ما مانند هر روزه با ما مانید با شبکه شهنان. رحمت. امیدم حیاتم توی، ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم توی، ای مادری جان مادرم، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. افتان و خیزان از رنج دنیا، از بحر مایان، بر جسم و جانم پروانه کردی، از جبر دنیا دوا نکردی، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم.
درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم شیرین زبانم مادرم ای مهربانم مادرم روزی جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست